Humanitarian Summit that was مشورت‌هایی که ما امروز در جمهوری تاجیکستان گذرانده ایستادیم یکی از قسمت‌های جریان بزرگی میباشد که مقاومت کردیم. مشورت امروزه در دایره سمیت عمومی جهانی باید مسائل‌های گمرک‌داری یا که بشردوستی گذرانده شده ایستاده است که در ماه سال آینده در شهر استانبول تحت راهبری دبیر کل سازمان ملل متحد سمیت عمومی جهانی باید مسائل‌های گمرک‌داری گذرانده می شود و در دایره اون ما امروز در منطقه‌های گوناگون مشورت‌ها گذرانده ایستادیم. مشورتی که امروز در جمهوری تاجیکستان گذشته ایستاده است یکی از 8 مشورت‌های منطقوی می باشد که خصوصاً به مسئله فعالیت کارمندانی که در ساحه گمرکداری کار میکنند و همچنین به مسئله حل مشکلات مردمی که در تحت تاثیر بحران‌ها خصوصاً در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی بودند بررسی می‌نماید. من به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دارو نمودن چاره‌بینی امروزه مینتداری خود را بیان می‌نمایم و می‌خواهم قید نمایم که چاره‌بینی امروزه در یک جایگی با نمایندگی سازمان ملل متحد باید و هماهنگسازی مسائل‌های گمرکداری گذرانده شده ایستاده است. my office, which is the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. I've been very happy with this consultation. I think we've had very honest discussions and very good participants in an extremely good environment. من با نتیجه های کنفرانسی مسئول نهایت خوشحال هستم چون که در دایره کنفرانسی ما توانستیم که یک صحبت ممکن نهایت صافدلانه گذرانیم و همچنین در جمعیت در انجمن مسئول اشتراکچیان در سطح بلند دانش خود را نشون دادند و در اینجا در شهر دوشنبه یک محیط نهایت خوب برای اشتراک همه‌جانبه اشتراکچیان تامین کرده شد و در دایره کنفرانس ما 3 مسئله اساسی را بررسی نمودیم. پیش از همه یکم مسئله که ما با آن اعتبار خاص دادیم مسئله آفت‌های طبیعی بود و در اینجا ما خصوصا برای سرمایه‌گذاری جهت آمادگی برای برطرف نمودن آفت‌های طبیعی اعتبار خاص دادیم و بررسی نمودیم که چگونه سرمایه‌گذاری‌هایی که به این ساحه کرده می شود در آینده برای بهتر نمودن سطح اقتصادیات و از دست ندادن آن دستاوردهایی که علاقه ما داریم کمک رسانده میتواند. ما در جزء دوم به مسئله نزاع‌ها اعتبار خاص دادیم. برای هر یک ما نهایت ضرور است که همه وقت به مردمی که در نتیجه نزاع اذیت می‌بینند کمک رسانیده شود و من فکر می‌کنم که در کنفرانس مذکور گروهی کلان کارشناسان جمع آمدند که در مسائل‌های مذکور دانش خوب دارند و دیگر مسائلی که ما با آن اعتبار دادیم این مسئله حساباتناکی میباشد. خصوصا مسئله حساباتناکی در دایره وضعیت‌های بحرانی که نهایت دراز دوام می‌کند برای ما نهایت ضرور است. در اینجا ما پیش از همه در مسئله کمک و گریزگان اعتبار خاص دادیم. من فکر میکنم که جهت این مسئله ها ما باید حل و فصل آنها را یا که راه‌های حل آنها را یابیم. از جانب دیگر اشتراکچیان قید نمودند که جهت مبلغ گذاری ساحه مذکور امروز فاصله کلان وجود دارد و ما باید دریافت نماییم که چگونه فاصله مذکور یا که نارسایی مبلغ‌های مذکور را برطرف نماییم و از جانب دیگر ما باید آن سهم‌گذاری که از جانب اشتراکچیان در سطح محلی و ملی تامین کرده می شود اعتبار خاص دهیم. ما نباید هر روز با کمک بیرونی نگران باشیم یا که انتظار شویم. باید که اینچنین شخصانی که در سطح محلی و ملی کار میکنند کمک خود را توانند رسانند و من فکر میکنم که اگر در دایره چنین چاره‌بینی ها نمایندگان حکومت، تشکیلات‌های غیر دولتی، ساختارهای سازمان ملل متحد و نمایندگان ساختار خصوصی در یک جایگی جمع آیند ما میتوانیم حل و فصل این مسئله ها را یابیم.